اینجور سانترا نتیجه بگیرن، چون دو تا دفاع بسیار بلند قامت سرزن داره تیم سپاهان. الان هم جلال حسینی هم بنگر یه حرکت خوب بازیکن پاختاکو خطرناک این تو موقع این تیم در محوطه جریمه تو سر توپ خوب این زد و پای چپ و چه گل بعدی میخوره مهدی رحمتی. ضربه آرتور گیورگیان حساب کار رو 1-0 میکنه. بازیکن گرجستانی تیم چه وقت بدی هم گل خورد پاختاکو حساب کار 1-0 فرهاد اومد. ببینید از اینجا ضعف نوید کیا رو دیدیم، مرکز بعد یه پاس. ببینید زنجیروار خیلی جلال حسینی رفت دید کجا میزنه، ولی این خیلی بد خورد این از زیر بغلش. حالا باز اگه میرفت اون گوشه، ببینید از کجا شروع شد، حفره از کجا شروع شد، از اونجایی که نوید کیا، من فکر کنم نوید کیا برای این بازی خوب انتخاب نکرد.